عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز با قسمت دیگری از سری برنامه‌های نگاهی به روند توسعه شهر شیراز که از کانال نیم نگاه دنبال می‌کنید در خدمت شما هستیم. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای علی راستگو، رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر استان هستند. جناب آقای راستگو خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مجموعه عزیزانی که در روزنامه نیم نگاه به خصوص در این برنامه خاص زحمت کشیدن و برنامه‌ریزی کردن که ما بتونیم گوشه‌ای از مواردی که در رابطه با توسعه شهر شیراز میتونیم انجام بدیم ان شاءالله بیان کنیم. لزوم تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کلان شهر شیراز تا چه حد اهمیت داره و اینکه شورای چهارم در این زمینه چقدر تلاش کرده؟ وقتی که نمیتوانیم به عنوان شورای شهر و شهرداری نهادهای خدماتی که در شهر ما به مردم خدمات میدن و به شهر ما در رابطه با این جریانات باید برنامه‌ریزی بکنن، متاسفانه به علت عدم مدیریت یکپارچه شهری یک تعامل به حساباً ارزنده و خوبی هم نمیتونه وجود داشته باشه. طبعا ما اگر اداره گاز امروز بیاد یک کاری رو انجام بده و یا اداره برق بیاد یک کاری رو انجام بده، به علت عدم هماهنگی به خاطر همون نبود مدیریت یکپارچه شهری میبینیم که متاسفانه این ناهماهنگی به وجود میاد و بعضا هم هر کجا در خیابانها کندوکوی انجام میشه و بالاخره برداشتی انجام میشه، باعث میشه که مردم به نهادهای خدمات دهنده به خصوص شهرداری و شورای شهر بدبین باشن، چون مردم اینجا فقط ملاکشون شهرداری و شورای شهره و شاید سایر نهادهای خدماتی رو هم کمتر تو دید خودشون ببینن که ما شاید این مواردی که فکر کنم همه کلان شهرهای ما در کشور مواجه با اون هستن که طی بالاخره دستورالعمل ها و پیگیری هایی که انجام دادن و از مجلس شورای اسلامی خواستن که این برنامه رو هر چه سریعتر انشاءالله انجام بدن که اگر ما قرار خدماتی رو انجام بدیم طبعاً بتوانیم با یک تعامل و یک تعامل سازنده و با برنامه انشاءالله مسائل و برنامه‌های شهری که با زندگی روزمره مردم سر کار داره. در زمینه توسعه گردشگری، علل خصوص گردشگری مذهبی، شورای چهارم چه اقداماتی رو انجام داده که این قضیه توسعه پیدا کنه؟ ابتدا باید بگم که شاید در کشور اولین کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز در شورای چهارم انجام گرفت. خب این میرسونه که بالاخره شورای چهارم برای خودش یک به قول معروف الگو و روشی رو داره برنامه‌ریزی میکنه. توانستیم با همایش‌های خوبی که تقریباً برگزار شده در شهرداری و شورای شهر و تقریباً مسافرت‌ها و مأموریت‌هایی که حالا به نوعی کمیسیون گردشگری سایر کمیسیون‌ها به شهرهای مذهبی مثل مشهد، مثل قم، مثلا بعضاً اصفهان حالا داشتیم، بحث و تبادل نظری انجام گرفته که جدیداً هم من فکر میکنم یک جلسه ای رو در اتاق بازرگانی با حضور کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی و سایر بخش خصوصی برگزار شد که یک مثلث طلایی که به حساب اصفهان و یزد، تبریز و شیراز مسئولین گردشگری همه این کلان شهرها دور هم جمع شدن که فکر میکنم این ماه قبلی هم چند روز پیش در یزد که بتونیم این توسعه گردشگری مذهبی رو و خود گردشگری رو در این شهرها با توجه به حضور بالاخره امروز که میبینیم سیل گردشگران خارج از کشور هم داره سرازیر میشه به کشور ما، بتونیم به طور مشترک همه یک استفاده خوب و بهینه‌ای رو ببریم که شاید کمک کنه به بحث اشتغال ما در شهر شیراز و سایر کلان شهرهایی که میتوانند با این تعامل و با این وحدت و انسجام و دوستی گام مؤثری رو بردارن.
جناب آقای راسکو، به عنوان دبیر اجرایی خانه کارگر استان لطفاً بفرمایید که در رابطه با امنیت شغلی کارگران تا حالا اقداماتی انجام شده یا خیر؟ من فکر میکنم ما وقتی که نگاه میکنیم که به قانون کار، زمانی که قانون کار تشکیل شد، این قانون یک قانون صیانت از نیروی کار بود، ولی متاسفانه همینطوری که رفتیم جلو، هر کجا که ما مواجه با بحث سرمایه گذاری و برنامه‌ای بودیم، نرفتیم دنبال اصل مطلب رو حل بکنیم. بلافاصله رفتیم سراغ بالاخره نیروی مولد کار. گفتیم که آقا نیروی مولد کار اگر اختیارش دست ما باشه و بگیم آقا باید فلان کنی، ما اگر برگردیم مثلا قانون قبل از انقلاب رو نگاه بکنیم، یه ماده قانونی بود که مثلا اختیار دست کارفرما بود و کارگر رو به راحتی اخراج میکرد. ولی ما نگاه میکنیم بعد از قانون کار که واقعا بزرگانی در این کشور زحمت کشیدن تا این قانون تصویب شد، ولی الان ما نگاه میکنیم یک پوسته از این قانون بیشتر نمونده و با توجه به این موارد بخشنامه‌هایی صادر شده که این بخشنامه‌ها باعث شده که اون صیانت از نیروی کار در رابطه با بحث قراردادها از بین بره. با توجه به اینکه خود مغز قانون ایره میگه که اگر ما بالفرض مثال میخوایم یه فردی رو از لحاظ قرارداد موقت هم باش قرارداد ببندیم، اگر کار نوع کار استمرار داره ما اجازه اخراج نداریم. ولی امروز وقتی میاد رو کاغذ ما میبینیم که خب خیلی از این موارد به صورت سفید امضا میشه و در نهایت من درسته حالا نیروی کار اینجا ضربه ای میخوره، ولی من احساسم اینه که در نهایت ضربه به همون تولید میخوره، ضربه به بهره‌وری ما میخوره، چون انگیزه‌ای برای نیروی کار به وجود نمیاد. آقا امروز یک خانواده 2 نفره یا 4 نفره اگر بخواد مسکنی اجاره بکنه، اگر بخواد زندگی بکنه، اگر بخواد صبحانه و نهار و شام یک خانواده 4 نفری رو تامین کنیم، باید چقدر در نظر بگیریم؟ ما امروز نگاه میکنیم میبینیم وقتی با 1 میلیون تومان حقوق که حالا 800 خورده هست حقوق حداقل ها، آیا واقعا میگم با این حقوق ها میشه با یک خانواده زندگی بکنه؟ و من فکر میکنم همیشه ای رو گفتم و خواهم گفت که بهترین کارشناسان اقتصادی دنیا میتونیم بگیم جامعه کارگری است. چرا که میتونن با 1 تومن زندگی بکنن و صداشون در نیاد. من میخواستم یه مورد عرض کنم. ما یه کنگره داریم، کنگره خانه کارگر. من اگه اجازه بدید یه 2-4 دقیقه در رابطه با بحث خانه کارگر بگم. خانه کارگر که تقریبا سال 58 با راهنمود حضرت امام و حمایت شهید دکتر بهشتی شروع به کار کرد و خوشبختانه ما ضمنی که مسائل صنفی و معیشتی نیروی کار رو دنبال می‌کردیم، خب سال 81 در رابطه با این موضوع پیگیری کردیم که یک دانشگاه علمی کاربردی رو به حساباً تأسیس کنیم و این دانشگاه رو ما با یک رشته نرم افزار کامپیوتر و تقریباً میشه بگی 50 نفر دانشجو شروع کردیم و امروز 17 رشته کاردانی و 7 رشته کارشناسی داره کار انجام میده. کلاس های مثل کامپیوتر، مبانی، ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت، آیسیدل 1، آیسیدل 2، فتوشاپ، اتوکد، زبان، مکالمه، هنر، خطاطی، خیاطی، قالیبافی، حسابداری مقدماتی، حسابداری پیشرفته، هنر، خوشنویسی، قلم سیاه، نقاشی و چرمدوزی که اینا رو میتونن به صورت رایگان و یه حق و عضویت ناچیزی پرداخت کنن به عنوان و هر عزیزی که دارای دفترچه تامین اجتماعی هست و دفترچه روستایی میتونه چیکار کنه؟ مراجعه بکنه و ثبت نام بکنه و استفاده از امکانات خانه کارگر. باز مهمانسراهایی است که در سایر شهرها و شیراز به حساباً ما داریم انجام میدیم که یک سویتی که الان اونجا هست، یک خانواده 4 نفری همه امکاناتی که وارد خونه خودش میشه اونجا هم وجود داره، یعنی اهم از تلویزیون، رخت خواب، پتو، نمیدونم پیش دستی، قاشق چنگال، حمام، سرویس بهداشتی و به حساباً کمد آشپزخونه، اجاق گاز، یعنی هر چیزی که توی خانواده 4 نفری و میتونه با این کارت بالاخره به صورت کامپیوتری وارد سایت اینترنت خانه کارگر بشه و میتواند مبلغ تقریبا 30 تا 35 تومان هم برای هر شب
بیشتر نمیخواد پرداخت کنه و ما میتونیم در اصفهان، یزد، سرعین اردبیل، چمخاله رشت، مشهد، تبریز و قشم در خدمت عزیزان و شیراز در خدمت عزیزان باشیم. انشاءالله از شما خواهش میکنیم این موارد هم در باب این مسائل اطلاع رسانی کنید که مجموعه بالاخره نیروهای مولد خوب و مردم عزیز شهر ما بتونن استفاده بکنن. خیلی ممنون. در پایان اگر ناگفته‌ای مونده که بعد عزیزان اطلاع داشته باشن بفرمایید. خانه کارگر تنها بالاخره نهادی است که همه مجموعه کارگری میتوانند در خانه کارگر ثبت نام کنند. همه مجموعه کارگری میتوانند در خانه کارگر حضور پیدا کنند، چون ما خانه کارگر رو مربوط به جامعه کارگری میدانیم. پس عزیزانی که احیانا مراجعی داشته باشند یا برنامه، من خواهش ازشون میکنم که هر گونه مشاوره و راهنمایی و برنامه میخوان انجام بدن، حتی اگر قرار جایی برن شکایتی رو بکنن، قبل از هر گونه کاری به خانه کارگر مراجعه بکنن و مشاوره رایگان بگیرن. انشاءالله ما چون عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشورم هستیم و استان و شیراز، باز در رابطه با بحث بازنشستگان عزیز هم خیلی حرفا داریم بزنیم، ولی حالا وقت کمه، حتما توی فرصت دیگه مزاحم وقت گرانبهای شما انشاءالله خواهیم شد. انشاءالله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که با این برنامه همراه بودید. برنامه ها رو میتونید در آدرسی که در زیرنویس مشاهده میکنید دنبال کنید. پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدار.